سلام، به ویدیو امروز خوش اومدید. امروز میخوایم با هم بررسی کنیم که آنتونیو کونته در فصل گذشته چگونه موفق شد ناپولی رو به قهرمانی سری آ برسونه. تو این ویدیو با من همراه باشید. کونته همیشه سه دفاعه بازی میکرده و همیشه 2 تا فولبک داشته که فلنکا رو پوشش میدادن. تو ناپولی که اومد دید اگه یه تغییر تاکتیک داشته باشه میتونه بهتر از مکتومینای و لوکاکو استفاده کنه. تو این ترکیب ونگرها به مرکز متمایل می شدن و اوورلودی رو در مرکز زمین ایجاد می کردن. تیم ناپولی بیلداپ 2-4-2-2 داره. شروع با 4 مدافع به این معنیه که فول بک ها نمیتونن زیاد به جلو برن، چون این هم باعث میشه که خط دفاع کمی در معرض خطر قرار بگیره و نتونن به موقع برگردن. ولی اگه حمله رو رها کنن، عرض زمین در حمله تامین نمیشه و بازیکن‌های حریف راحت میتونن سایر بازیکن‌های ناپولی که در مرکز زمین جمع شدن رو مهار کنن. یه هافک بین دفاع وسطا رجیستا میکنه، برمیگرده عقب و اینجوری مدافعان کناری میتونن به جلو حرکت کنن تا عرض زمین تامین بشه. خب تو این سیستم لوکاکو وقتی توپ رو به دست میگیره، توپ رو متوقف میکنه، توپ رو کنترل میکنه و صبر میکنه تا یک نفر از پشت سرش فرار کنه. این قسمتی که ما الان دیدیم خلاصه‌ای بود به هر چیزی که ما فعلا میخوایم توی ای فوتبال پیاده کنیم. لینک کامل ویدیویی که الان داشتیم نگاه میکردیم رو توی کانال تلگرام میذارم. ترکیب بازی‌های پارسال کنته رو که ناپولی رو نگاه میکردم، ترکیب اولیه رو 4-3-3 میزد. موقع دفاع یا موقع بازی سازی یکی از هافک‌های دفاعی که گفت آینگویسا یا لوبوتکا، حالا ما اینجا لوبوتکا رو انتخاب کردیم، پس ما اون رو دیپ لاین می‌کنیم تا در مواقعی که می‌خوایم بیلداپ کنیم یا می‌خوایم دفاع کنیم، لوبوتکا یه خط به عقب برمیگرده و خط دفاعی 5 نفرمون رو تشکیل میده. اما تو حمله لوبوتکا که دیپ لاین نشرده بودیم به خط جلو برمیگرده، یه نقش تهاجمی به مکتومینای میدیم تا یه 4-2-4 مشابه چیزی که تو ویدیو بهمون گفت داشته باشیم. خود مربی کنته اگه توی فوتبال نگاش کنیم سبک بازی لانگ بال کانتر داره و بازیکنایی که اینجا لیستشون رو جمع کردم اینجا میبینی بعضیشون به تیم‌های دیگه منتقل شدن. همچنین اینجا تاکتیک‌های فردی میتونیم ببینیم که من مکتومینای رو هجومی کردم، یکی از فولبک ها رو من هجومی کردم، لوکاکو رو کانتر تارگت کردم و لوبوتکا رو دیپلاین کردم تا همونطور که در ویدیو دیدیم بتونه یه خط عقب‌تر برگرده. خوبه بزنم به تخته، مشکل لگ ندارم. شاهکار بشریت من هستم که در دقیقه 4 دروازم باز میشه. نمیشه من یه بار ویدیو بگیرم آبروریزی نداشته باشم. پاس به لوکاکو، فرار پولیتانو، توپ میره بیرون. فرصت برای اسکات مکتومینای و دروازه بارسلونا رو باز میکنن. فرصت برای کواراتسخیلیا، پاس اشتباه. لیونل مسی، یک ضربه و توی دروازه. و امباپه که گل 4م رو وارد دروازه میکنه. بازی قطع شده. کلا پرید بیرون. یه بار دیگه ای فوتبال رو سعی میکنم باز کنم. حریف بسیار اسکواد وحشتناکی داره. جرد بیل میره گل اولو بهمون بزنه. گل اولو خوردیم.
خوشگلم همون قیافه نحس همیشگی مخلص عشق. الان با من بودی؟ برو گل چهارم. گرت بل توی دروازه. چهار تا گل خوردم. سلام. خانزادی کورسخیلیا یک فرصت موقعیت کواراتسخیلیا روبرتو کارلوس داره میره مهار کنه بازیکن. ضربه سر لوکاکو و بازم ترشتگن. هیچی از ارزش‌های ما کم نشد. 4 ضربه در چارچوب که 4 سیو داشت. خب برای ویدیو دست سوم میخوام یه حرکتی بزنم. پلی استایل بازیکنای هر پست رو نگاه کنم. بازیکنای با همون پلی استایل جاشون جایگزین کنم تا ببینم. بعد یه چیزی با توجه به سبک اوتواید و لانگ با کانتر 80 که آقای کنته داره، به جاش یه مورینیو با همون سبکی میذارم. بازیکن‌ها کاراسخیلیا هول پلیر ونگر چپ خودش باشه به نظرم. لوکاکو پوچره. اوسیمن میتونه گزینه جالبی باشه. به جای پولیتانو میتونیم مسی رو بذاریم. کریستیان آویاتی داره میلان میشه بیشتر. این ترکیب افسانه‌ای بازم تعویضش رو حال ندارم بذارم. این ترکیب گل. توی دروازه فدریکو والورده. بله توی دروازه خوره. ضربه کورنر وحشتناک. چرا اوسیمن همه رو داره میزنه تیرک. رایندرز اوسیمن میره برای موقعیت آخر. فدریکو والورده توی دروازه گل چهارم و پایان. به طور خلاصه تو این ویدیو توضیح دادیم که آنتونیو کونته در ناپولی در فصل پیش برای قهرمانی دست به استفاده از چه سیستم و تاکتیکی زد. اون سیستم و تاکتیک رو توی فوتبال پیاده کردیم. تا ویدیوهای بعدی اگر قسمت بشه شما رو به خدا این بابا میسپارم. من اینجوری نگاه نکن.